So old Doc hired you, huh? So old Doc hired you, huh? So old Doc hired you, huh? So old Doc hired ya ها؟ پس دکتر پیر استخدامت کرد مگه نه؟ نگاه کنید so اینجا برای شروع یه سوال یا نتیجه گیری بر اساس اطلاعات قبلی هستش و به معنی پس هست خب یا خب. old یک صفت به معنی پیر. داک کوتاه شده غیر رسمی هستش برای داکتر. hired گذشته ساده فعل to hire هست به معنی استخدام کردن یا هم یک تلفظ غیر رسمی و عامیانه هستش برای فاعل you به معنی تو یا شما خب که خیلی رایجم هست تو گفتار روزمره. ها به معنی مگه هستش و یک تگ کوئسچن غیر رسمی برای تایید گرفتن از مخاطب هم استفاده میشه. So old Doc hired you. Well, Hope McCrae did the actual hiring. 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 خب Hope McCrae استخدام واقعی را انجام داد. نگاه کنید من گفتم the actual نگفتم the actual چون وقتی که حرف تعریف د قبل از کلماتی که با حروف صدادار یعنی A, E, I, O, U شروع میشن قرار میگیره صدای د تغییر میکنه و دی تلفظ میشه. اینجا هم نگاه کنید ما حرف تعریف د رو داریم و بعد کلمه actual رو داریم. اول کلمه actual A هست. A هم یکی از حروف صدادار هست. به خاطر همین گفتیم the actual. نباید بگیم the actual. دقت کنید که صفت همیشه یک اسم رو توصیف میکنه و از اونجایی که actual یک صفت هست پس ما متوجه میشیم که hiring یک اسم هستش نه یک فعل. دید گذشته ساده فعل to do هستش و اینجا هم برای تاکید اومده. نگاه کنید این یک ساختار گذشته ساده تاکیدی هستش که نشون میده هوپ مکری عملاً و واقعاً مسئولیت استخدام این خانم رو بر عهده گرفته. نگاه کنید اگر تاکید نبود میتونست بگه که هوپ مکری actually hired me. به تلفظ actual دقت کنید. من گفتم actual صدای چه شنیدید اما برای actually خب صدای ش میشنوید. actually یک قیده اما actual یک صفته به معنای واقعی یا حقیقی. دقت کنید که صفت اسم رو توصیف میکنه. Actual. Actually. hiring اینجا یک اسم مصدر هستش یعنی gerund هست و به خود فرایند یا عمل استخدام کردن اشاره میکنه. خب حالا اسم مصدر چی هستش؟ اسم مصدر یا gerund شکل ing دار یک فعل هست. زمانی که به یک فعل ing اضافه میکنیم مثل اینجا که hire میشه hiring خب در واقع مثل یک اسم عمل میکنه. خب نگاه کنید این اینجا به معنی آهان حالا فهمیدم خب اما بعضی مواقع به معنی حالا آه کشیدن یا حتی حالا ابراز درد هم هست. Well, Hope McCrae did the actual hiring. I'm so sorry. I don't know your name. I'm Melinda Monroe. People call me Mel. I'm Vernon. People call me Doc Mullins. I'm so sorry. I don't know your name. I'm Melinda Monroe. People call me Mel. I'm Vernon. People call me Doc Mullins. I'm so sorry. I don't know your name. I'm Melinda Monroe. People call me Mel. I'm Vernon. People call me Doc Mullins. I'm so sorry. I don't know your name.
خیلی متاسفم، اسمتون رو نمیدونم. I'm so sorry یعنی که خیلی متاسفم. so رو خب برای اینکه شدت ببخشه به ساری آورده. خب حالا میریم سراغ تلفظ don't. نگاه کنید هر وقت که یک n و t در کنار همدیگه در انتهای یک کلمه قرار میگیرن خب تی تلفظ نمیشه. اینجا هم خانمه گفت don't نگفت don't. I'm Melinda Monroe. People call me Mel. من ملیندا مونرو هستم. مردم به میگن مل یا مردم منو مل صدا میکنن. نگاه کنید جمله people call me Mel حال ساده است. حالا چرا این جمله people call me Mel رو به صورت حال ساده آورده؟ چون ما زمانی از حال ساده استفاده میکنیم که بخوایم در مورد کارهایی صحبت کنیم که به طور منظم یا مکرر یا همیشگی اتفاق میافتن. خب وقتی این خانم میگه مردم منو مل صدا میکنن منظورش این هستش که مردم منو همیشه مل صدا میزنن و این یک عادت و روال همیشگی هستش. اینطور نیستش که حالا فقط الان یا فقط یه بار خاص اون رو مل صدا کنن. این اسمی هستش که مردم به طور کلی برای اون استفاده میکنن. I'm Vernon. من ورنن هستم. People call me Doc Mullins. و مردم به هم داک مالنز میگن یا من رو داک مالنز صدا میزنن. I'm so sorry. I don't know your name. I'm Melinda Monroe. People call me Mel. I'm Vernon. People call me Doc Mullins. And for the record, Missy, I'm 72. 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 و محض اطلاع یا جهت اطلاع دختر کوچولو من 72 سالم هستش. and رو دیشو تلفظ نکرد گفت and. For the record این یه اصطلاحه به معنی محض اطلاع یا جهت اطلاع یا برای اینکه بدونید. record, مسی این یه شیوه خطاب هستش که معمولا حالا افرادی که مسن‌ترن به دخترها یا حالا زنان جوانتر میگن. خب حالا این واژه میتونه یه مقداری از موضع بالا به پایین یا تحقیرآمیز باشه. Missy. And for the record, Missy, I'm 72. And I do like horses. I do like donuts. I do like this much more. I do like this much more. I do like this much more. The improvs wouldn't even hire blacks. The improvs wouldn't even hire blacks. The improvs wouldn't even hire blacks. They hired a piano teacher. They hired a piano teacher. They hired a piano teacher. So, does that mean you're hired? Maybe because we're not actual cops with actual cars and flashing lights. Maybe because we're not actual cops with actual cars and flashing lights. Maybe because we're not actual cops with actual cars and flashing lights. Do you want my actual opinion? Do you want my actual opinion? Do you want my actual opinion? Oh, wait, is this an actual gun? Oh, wait, is this an actual gun? Oh, wait, is this an actual gun?
But I've never led an actual tour before. But I've never led an actual tour before. But I've never led an actual tour before. That is the actual definition of being good. That is the actual definition of being good. That is the actual definition of being good. This is the actual beach that he brought you to. This is the actual beach that he brought you to. This is the actual beach that he brought you to. I'm actually in Austin. I'm actually in Austin. I'm actually in Austin. I don't actually know. I don't actually know. I don't actually know. Well, for the record, you're amazing. Well, for the record, you're amazing. Well, for the record, you're amazing. And for the record, I think you do belong here. And for the record, I think you do belong here. And for the record, I think you do belong here. For the record, they don't actually eat. For the record, they don't actually eat. For the record, they don't actually eat. Okay, let me explain something to you, little missy. Okay, let me explain something to you, little missy. Okay, let me explain something to you, little missy.